میگه که یک پادشاهی به وزیرش گفت 3 تا سوال ازت دارم، اگر جواب دادید تو وزیر منید، اگر جواب ندادید وزارت ازت رفت. گفت بفرما جناب پادشاه. گفت خدا چه میخوره؟ خدا چه میپوشه؟ خدا چه کار میکنه؟ برو از هر کسی هم میخوای سوال کن، 2 ماه به تو فرصت. هر جای سوال کرد جواب گیر نیامد، پریشان شد. غلامی در قصر وزیر رو دید، گفت جناب وزیر خیلی پریشانید. گفت که با مشکل مواجهم. گفت حالا مشکلت چیه؟ گفت که این همه علما نفهمیدن، حالا سیاهی مثل تو میخواد جواب بده، غلامی مثل تو. گفت حالا بگو، یه وقتی جنسی تو نمایندگی گیر نمیاد، تو کارگزاری تو یک دکه گیر میاد، حالا بگو تو. گفت خدا چی میخوره؟ گفت این خیلی آسانه، خدا غم و غصه بنده مسلمانش میخوره که از خدا روگردانه و فرار داره میکنه و منتظرشه که این بر بگرده به آغوش خدا. وقتی فرزند ناخلف میفته، آبروی پدر به خطر میندازه، پدر غم و غصهش نمیخوره، منتظر نیست که این بچهش بیاد تو صف نماز دست راست سلام میده، بچه مردم میبینه، بچه خودش نمیبینه، امیدش از دست میده، میگه دست چپم مونده، شاید تو این طرف صف دست چپ ایستاده پسرم، این طرف نگاه میکنه این طرف هم نیست، نگاه به پشت سرش میگه شاید پسرم تو صف دوم پشت سرم ایستاده، اونجا هم نیست. خدا غم و غصه بندگانش میخوره که چرا از خدا روگردانن. خدای به این مهربانی، خدا چه میپوشه؟ خدا عیوب بندگانش را میپوشه. مگر اسم خدا ستار نیست؟ ستار العیوب نیست؟ وزیر بلند شد پیشانی اون غلام بوسید، گفت راحتم کردی، الله غفوره، الله رحیمه، گناه بنده میکنه، الله شرمنده است. چون انتظار نداشت از بندش که گناهکار باشه. چند بار شده که آبروی من و تو بره، خیس عرق شدیم، کل بدنمون تو زمستان عرق کردیم. اگر خدا به دادمون نمیرسید، این دستمال رومون نمینداخت، یه لنگی از بالا نمینداخت رومون. بعضی از اینجا میرن خارج که معصیت بکنن که کسی نشناسدشون، کازابلانکا و نمیدونم فلان و جزیره موریس و جزیره فلان و بانکوک و. گفت ها این جواب 2 تا سوال. جواب سوال سومی خدا چه کار میکنه؟ گفت این یکی دیگه بیا بریم پیش پادشاه. گفت ها جناب وزیر خوشحالی؟ گفت چرا خوشحال نباشم، 2 تا جواب پیدا کردم. گفت سومی؟ یکی گفت از کجا؟ گفت از این غلام. گفت حالا سومیش؟ گفت که سومی بهم نگفت، گفت بیا بریم پیش پادشاه. گفت اشکال نداره، حالا سومی لازم نیست، شما برید تو اتاق پرو، تو این اتاق برید لباساتون عوض کنی بر بگردید. وزیر جا خورد، منظور پادشاه چیه؟ لباساشون عوض کردن برگشتن. گفت جناب وزیر اینم جواب سوال سوم، خدا چه کار میکنه؟ خدا با علم و دانش و تقوا و خدا ترسی و ایمان گدا رو پادشاه میکنه. برده رو وزیر کرد. گفت این لباسی و این تاجی که رو سر توست وزیر، شایسته این غلام آگاه مؤمن عالم دانشمند خدا ترسه، و این لباسی که تن این برده هست و این غلام، این لایقت است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن و تعز من تشاء و تذل من تشاء.